سب ما بشینم روی رکورد جفتشان. الان گفتم وقتی استاد یوسفی آمد ما داخل موتر گفتم استاد مقطع گل محمد ما شنیدیم بسیار قشنگ خوانده بودیم و آرزو داشتیم که یک روز این مقطع را از حضورش بشنیم در کنارش. گل محمد یک شخصیت های تاریخی مردم ما هست که شهامتش مردانگیش زبان زد عام و خاص بوده و بعد از اون مقطع در زمانهای مختلف خوانده شده و بسیار داستان خاص داره. وقتی شعرهایی که خوانده میشه من به استاد گفتم که مثلا اسبی سرخوری که میگه یا مثلا اون داماد یا داماد اینا همش خیلی در اون منطقه که جایی که گل محمد خان از اونجا هستن همیشه یک معنا و مفهوم خاص داره. لذا بسیار خوش هستیم که استاد در کنارش هستیم و این آهنگ و این مقطع رو میخوانه. تشکر، زنده باشین.
کشته شده گلنامه جان کشته شده در خون خواب آشته شده سوی غزنی برده شده من مترشته شده من مترشته شده سوی غزنی برده شده سوی غزنی برده شده آروسی تو خانه منده آروسی تو بیوه منده آروسی تو خانه منده آروسی تو بیوه منده برده با چهره زمنده بیرار گل مامدی ما بیرار گل مامدی ما آتای نو دامدی ما باچای نو دامدی ما اسبی سرخ و خانه منده به زین و به قیز منده او اسبی سرخ و خانه منده به زین و به قیز منده برده با چهره زمنده آتای نو دامدی ما بلده با چهره زمنده بیرار گل مامدی ما بیرار گل مامدی ما با چای نو دامدی ما با چای نو دامدی ما جوانی نو دامدی ما بیرار گل مامدی ما جوانی نو دامدی ما تشکر استاد شکر استاد. زنده باشید. بسیار عالی قربان ما شما. رو بردی به همون منطقه و به دره سبزا و شما زنده باشین. فضا و بخوات و تشکر فیاض صاحب زنده باشید. بسیار ارزشمند بودی خواننده تشکر. ما بسیار خاطر ارزنده تشکر شما زنده باشید.